سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال ایلیا زدشاد. این دومین فیلمی که ما داریم میسازیم. اون اولین فیلمی که ساختیم خدا رو شکر خوب بود، 10 تا ویو خورد، 2 دنبال کننده داشت. چون برای اولین فیلم بود خوب بود، ولی تو دومین فیلم ازتون انتظار بیشتری دارم. دوست دارم زودتر منفعل کنید، چون توی فیلم اول خودم رو خوب با شما آشنا کردم. امروز دیگه نمیخوام آشنا کنم دیگه، متوجه شدید دیگه من چجوری دارم فیلم میسازم. امروز قرار کلا باگ‌های بازی‌های جالب گیم رو بهتون بگیم. مثلا ماشین بازی نیسان. این ویدیو رو نگاه کنید، من میام اینجا قشنگ نگاه کنید، 30 ثانیه قشنگ اینو نگاه. همینطور که دارید نگاه میکنید من بهتون توضیح بدم. تو این بازی یکی از باگ‌های بازی نشون داده شد. باگ یعنی چی؟ باگ یعنی ایرادات بازی. باگ یعنی ایرادات بازی. الان این ویدیو رو دیدید، این یه دونه کامیون حمل موشک جت آورد قشنگ که تو هیچ بازی عمرن شما پیدا کردید. یه باگ دیگه هم از آخر بازی بهتون نشون میدم. اصلا همین الان بهتون نشون میدم. اینجا رو نگاه کنید، یه اسبی اینجا هستش. هیچ اسبی گردنی رو گردنش نیست، ولی این اسب هست. ایناش باور نه، خودتون میتونید به این باگا نگاه کنید. این اسب برای همه بازی جالب گیمه، ولی اون ماشین فقط برای نیسان و پیجو پارسه با 4 سر. نه برای پراید، نه برای کامیون. آها، کامیون 1926 حتما فایل تستیش بیاد واسهتون میذارم داخل کانال. راستی یادتون نره از ما تقاضای بازی مود نکنید، چون ما بازی مود در کانال نمیذاریم. زیاد وقتتون نمیگیرم، میایم بریم این باگا رو همین الان تو بازی بهتون نشون بدم. بریم تو بازی. این گفتم که قراره باگا رو امتحان کنیم. رمزی این بازی رو همه رو واسهتون داخل کانال روبیکا گذاشتم، میتونید ببینید. آخر ویدیو یه سورپرایزی واسهتون دارم، اونو حتما ببینید چون به دردتون میخوره. و بریم برای ادامه بازی که زیاد وقت رو نگیریم. اینجا ما الان میایم سوار ماشین میشیم. ما میایم اینجا اجاره ماشین رو میزنیم. این ماشین بازی نیسان. حالا من یه لحظه صدا رو بردارم. صدای ما اذیت نشید. من اینو باز بیارم اینجا بزنم. من آموزش کامل رو دارم الان بهتون میگم. نگاه کنید، اینجا همون شهر معمولیشه. بازم اذیت نشید صبح آوردم. ما میریم روستا، چون اون باگی که بهتون نشون دادم، یعنی همین این باگی که این بغله، میشه همین داخل روستا. بریم روستا ببینیم چی میشه. من تا برسم روستا فیلم رو استوب میزنم تا شما اذیت نشید. لایکو بزن مشتی. خب بچه ها، رسیدیم به اول روستا. وقتی که به اینجا میرسیم میریم به سمت چپ. اینقدر میریم تا برسیم به، یعنی قشنگ باید اینجا رو دور بزنید، نه اینکه تا ته برید. یه جای این مدلی داره اینجا، احتمال مثلا خراب شدن ماشینتون خیلی زیاده. اگه مثلا بازی رو تبدیل به نسخه حرفه‌ای کردید، پول دادید، بازی رو تبدیل به نسخه حرفه‌ای کردید و ماشینتون اسپورت کردید، ماشینتون خراب میشه. البته من یه کدی رو داخل روبیکا قرارتون دادم که میتونه جلوی تصادف کردن ماشینتون رو بگیره. خب بچه ما رسیدیم به این مکان. اینم مکانی از اینجا رو اینجوری شد. اینم مکان. من ماشین رو بردارم از اینجا میذاریم که چی میشه.
رمزی که من بهتون میگم ویدیو با سرعت 2 دهم واسهتون آخر گذاشته. این کد رو ما اگه بیایم بزنیم الان میزنیم ببینید چه اتفاقی میفته. 129 444 777 این کد رو میزنیم. این ماشینمون برامون هم ماشین خودمون هست همین ماشین. این یه دونه از باگ‌های بازیه. این یه دونه دیگه تو همه ماشین بازی وجود داره و تو همین مکانم هستش. چیزی نیست جز ماشین نامرئی. این ماشینی که بهتون نشون میدم. حالا میریم ماشین نامرئی رو بهتون نشون بدیم. اگه دقت کرده باشید ما اینجا اومدیم که رمز بزنیم دیدیم این پایین بازه. بله این پایین بازه. اینجا رو میریم پایین. اینجا رو میریم پایین. میپیچید دست چپ. مستقیم میرید. میریم. یه موتور قراضه اینجا مشاهده میکنیم. یه موتور قراضه. حالا بازم میریم. میپیچیم دست چپ. بازم مستقیم میریم. اینجا میبینیم یه ماشین داره دود میکنه. این ماشین هم قراضه. بازم میریم پایین. یه ماشین دیگه هم اینجا قراضه هست. بازم میریم پایین تر. غار میمونه. یه غار میمونه دیگه. اینجا مواظب باشید. این از این. خب اگه نگاه کنید اونجا ماشین میبینید ولی هرچی نزدیکتر میشه ماشین اصلا دیگه معلوم نمیشه. نیسان من اینجاست که شما فکر نکنید بگید این ماشین از کجا آورد. اجاره ماشین از کجا اومد. اون نیسانم اونجا. اصلا ببینید من سوار این میشم. من نیسانو هیچ دستی نمیزنم بهش. این داره میره. این یه ماشین نامرئی که لوکیشنش هم بهتون گفتم. بریم قشنگ. حالا من استوب میزنم تا مکان بعدی رو بهتون نشون بدم. خب بچه اینم ماشین بازی پراید. نگاه کنید من بازی تبدیل به نسخه حرفه‌ای کردم و تونستم ماشینم رو اسپورت کنم. یه همچین ماشینی در اومد از پرایدم و تونستم اینو بذارم. حالا میریم باغ وحش یا همون مرکز سوار شدن حیوانات که زیادم طول نمیکشه در رسیدن به اونجا. بچه عاقبت تون رفتن. حتی تو بازی هم که شده تون نرید تا باعث آزار اذیت دیگران بشید. خب نمایشگاه ربات و مرکز سوار شدن حیوانات. سوار میشیم میریم بخش اسب‌ها. بچه این اسب گردنی داره. این اسب گردنی داره. این اسب گردنی نداره. نکنید شما فکر کنم منظور منو این میفهم. این متوجه میشید. من منظورم اینه. دهنه هست. این داره. نداره. اینم نداره. مثلا یه مورد دیگه. چرا هیچ حیوانی که وقتی وایساده تکون نمیخوره ولی این داره تکون میخوره؟ همین شطور تکونی نمیخوره. آقا اصلا این مورچه این تکون نمیخوره.
عنکبوت تکون نمیخوره. راشید تکون نمیخوره ولی زرافه هم تکون میخوره. تا الان من 3 تا باگ بازی رو بهتون نشون دادم. برای اینکه زیاد وقت رو نگیرم ادامه باگا برای پارت 2. فعلا خدا نگهدار. بچه‌ها اون خبر خفنه‌ای که بهتون گفتم قرار آخر ویدیو بهتون بدم اینه که قراره تو کانال روبیکا هم که لینکش این پایین هست یه نظرسنجی شکل بگیره و بین 10 نفر اول قرعه کشی صورت بگیره و به نفر اول قرعه کشی 10 تومن شارژ پولی فرق نداره همراه اول یا ایرانسل براش واریز میکنه. لینک کانال اون همین پایین هست. راستی بچه‌ها کانال یوتیوبمون هم ایجاد شد. لینکش همین لینک کانال روبیکا هستش. لطفا از ما حمایت کنید و این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفراتی بشید که میتونید ویدیو رو نگاه کنید.